این اولین جلسه ما جامعه شناسی در سفر هست. چند تا چیز با هم ترکیب شده. هدف اصلی ما اینه که یه سری سوالات رو مطرح کنیم، یه سری پوینت های رو مطرح کنیم که به واسطه اون بتونیم راجع به اکنون جامعه ایران فکر کنیم دیگه. الان چیزی که داریم درک میکنیم فکر کنیم دیگه. خب به چی شیوه فکر کنیم؟ به شیوه جامعه شناسی فکر کنیم. نوع طرح پرسش خیلی مهمه برای ما. مثلا یک از پرسش‌ها اینه که الان تو مهمونی‌های امروزه یکی از چیزایی که خیلی به فوریاد پیدا میشه الکل دیگه، نه؟ چرا اینقدر الکل جای ما زیاده؟ رغم اینکه این همه محدودیت و قانونگذاری و فشار و همین آدما کور میشن، چیزای نامعقول. بعد براتون این پرسش پیش میاد که ما نزدیکترین دوری که خیلی به ما شبیه هست، چون یک جامعه شیعی و حکومت شیعی داریم، نزدیکترین دوره صفویه هست. ولی اگر بیایم برگردیم به دوره مثلا صفویه و واکاوی کنیم ببینیم که اونجا مصرف مثلا الکل چطور بوده و محدودیت‌ها چطور بوده و آیا تونستن جلوشو بگیرن. این وقتی پرسش برام پیش میاد که این چی این داستانی که جامعه بشری و جمله جامعه ایران همیشه این با خصوصا جامعه مذهبی ما همیشه در تنش بین این که اینو استفاده بکنه یا استفاده نکنه دیگه. گناه داره استفادهش، ولی همه این جوام استفاده می‌کردن. یعنی دورهای مختلف از الکل استفاده می‌کردن. دخانیات، مسکرات، شراب خوردن، سیگار کشیدن قبلش، قلیون کشیدن قبل، اینا خیلی موضوعات مهمی هم برای مطالعه. چرا مهمه الان بهتون میگم. یه تصویری از گذشته ما دادن، یک تصویر مثلا آرمانی، رویایی که خطاکارانه نبود. مثال ساده میزنم. مثلا آقای مرتضی مطهری اومده حافظ رو طوری روایت کرده که این حافظ وقتی از شراب و می صحبت میکنه، نه اینا همه عرفانی هست. در حالی که وقتی شما مثلا کتاب تاریخی میخونید، مثلا وقتی میگفتن می، خب می بود بابا، می میخوردن. این مثالا خب متنوع است. نشون میده که جامعه همیشه معمولی بوده دیگه. همیشه معمولی بوده. اینطور نیستش که یک دورای طلایی نمیدونم عرفانی عالی نمیدونم عجیب و غریبی در گذشته بوده، معنویت در گذشته بوده. معنویت نبود. وقتی شما تاریخ فرودستی، زندگی روزمره، تاریخ از پایین، تاریخ معمولی، اینا با هم فرق میکنن، با هم نزدیکن دیگه. نگاه میکنی میبینی که زندگی همیشه معمولی بوده. جامعه در صفوی جامعه بودی که ترکی مغولی بوده و زندگی چادرنشینی، کاخا توی صحرا، تو چادرها بوده و این زندگی ایلیاتی منطقی داشته. آقا رزم بدون بزم نمی شده. ولی هر چقدر دوره صفوی شاه اسماعیل تو جشناش شراب جنبه عیان آشکار داشت، کتمان نمی کرد. و هرچی از شاه طهماسپ به بعد میای این شراب موجودیتش تغییر پیدا می‌کنه. وقتی میاد به آخر، به مراحل آخر از شاه عباس دوم به بعد نیمه آخر صفوی میرسی، شراب جنبه از آیینیش از دست میده، میاد جنبه خصوصی پیدا می‌کنه، داخل دربار قایم میشه. محله ارامنه تو همه شهرهای ایران راحت تولید مشروب داشتن. جامعه شناسی شاید فکر کنیم مثلا امکان سرکوب وجود نداشت. لذا اینکه راهکارهایی داشتن که گفتن خواص دارویی داره، چون خاصیت دارویی هم برای قهوه، هم برای تنباکو، هم برای شراب، هم برای تریاک، هم برای حشیش، همه اینا یکی از کارکرداشون برای توجیه خواص داروییش بود دیگه. قرن 15، قرن 16، قرن 17 آروم آروم داره که جهان غرب مدرن میشه، میره به سمت جلو. همزمان ایران میره به سمت یه جور قشریگری مذهبی، وصل شدن به نهاد روحانیت و حتی اون آزادی اولیه که در دوره بخش اول صفوی داشته، حتی اون منظورم تکثر مذهبی که در جامعه وجود داشته، هم اون از بین میره. قهوه خانه خیلی مهم بوده برای جامعه ما دیگه. این اولین بار بود یه فضای شکل گرفته، اینا جنبه جامعه شناسیش خیلی مهمه، یه فضای شکل گرفته قهوه خانه ها که آدمای مردم معمولی متفاوت توش می‌نشستن.
بعد توش مثلا امرا بودن، سفرا بودن، شاه میومد سر میزد، کارگر میومد. کارگر که لغت کارگر که نبود که، منظورم این آدمای معمولی توده است دیگه. خب حالا از کشاورز، پیشه‌ور، هر چیزی که تو شهر وارد میشد، جایی که بود قباخانا دور میادین اصلی شهر شکل گرفتن، یعنی مهمترین جاها. و اون تو میومدن، از آخون میومد تو شهر میزد تا نقال، تا درویش، تا صوفی، تا جای مباحثه و بحث بود، جای پسران قهوه‌خوانی بود، جای مواد مخدر بود، تریاک میدادن. هرچی از اول سویه به انتهاش میرسیم، دو تغییر مهم رخ میده. یکی، یه تغییر بهتون بگم خیلی مهمه، چادر جای خودش رو به کاخ میده. ولی هرچی جلوتر میریم اون چادر و مادر جمع شد دیگه. مثلا شاه عباس چقدر از این شهر به اون شهر میرفت، ولی بعد از شاه عباس اول دیگه شاهان همون تو اصفهان موندن دیگه، نمیرفتن دیگه. این بنابر کاخ مهم شده. اون کاخ عنصر خیلی مهمی برای اینکه یک نوع سکون و در واقع یک جانشینی ایجاد میکنه. نکته دوم، دین. رابطه دین و شهر همیشه گسستنی نیست. هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا کرد تو ایران، دین هم نهادمندتر شده. این جامعه وقتی شکل میگیره چیش برای ما میمونه دوستان؟ ما یک کشور شیعی شدیم، از یک کشور سنی، یک جامعه سنی، و یه حساسیت‌های شیعی هم پیدا کردیم. مثلا تمدن اسلامی که الان میگم وقتی تمدن سازی توی حول یه دوگانه شکل میگیره، نجس و پاک شکل میگیره. مثلا در واقع سویه که میشه عنصر نجس و پاک خیلی منطقش موضوعیت داره. شراب مثلا نجس، خون مثلا نجس، خارجی نجس، پاک نجس. این منطق تمدن جدید ایرانی که بعد خود ورود پیدا میکنه به عرصه مدرن در جامعه ایران. یک نکته که اینجا باز تو کتاب میگه شاه عباس و دیگران که مجلس برگزار میکردن به همشون شراب میداد، یکی از تکنیک‌ها این بود که زیر زبان آدم‌ها رو بکشه، یعنی به حرف در بیاره، بدنشون گرم شه، درباریا بیان خودشون رو لو بدن اتفاقای افتاده. اینا هم تکنیک جالبی بود دیگه، مثلا بیان حرف بزنن. یکی دیگه این که حتی جلوتر میرفتیم محدود میشد، یه روزایی رو شاهان اجازه میدن همه مردم بتونن مصرف کنن. بعضی از روزا که جشنی بوده یا تو جنگ برنده میشده، یه چند روز آزادی مصرف وجود داشت. یکی از مقالاتی که اونجا ارائه شده اسمش هست که کشکول صفوی، کشتی شراب در تعالیم عرفانی. حالا کشکول رو من به بچه‌ها نشون میدم که بچه‌ها شما احتمالاً میدونید کشکول چیه. شما کشکول آره راجع به اشارات شاعرانه به کشکول داره اینجا صحبت میکنه. نویسنده مقاله میگه که یک جام به شکل کشتی تا به سیمای هلال ماه باشد، تقریبا همه جا به آن تشبیه شده است و در واقع میگه که این کشتی انباشته از شرابی است که به آفتاب مایع، نور سرخ شفق یا نخستین سرخی‌های فلک تشبیه شده است، به نماد هلال ماه نو آکنده از گوی خورشید بدل می شود. بعد میگه که در واقع اشاره میکنه این میگساری ها با کشکول در سپید دمان و به گاه و غروب اصولا جزئی از مراسم نوروزی بوده. این پاراگراف رو بخون. توضیحات شاردن از توی سفرنامه‌شه. میگه مردم مشغول گفتگو میشوند زیرا در آنجاست که خبرها نقل میشود و آنهایی که به سیاست علاقه دارند با آزادی کامل و بدون هیچ ترس و نگرانی از حکومت انتقاد میکنند، چون حکومت هیچ اعتنایی به آنچه مردم میگویند ندارد. به بازی‌های سالم شبیه چکرز یعنی تخت نرد و شطرنج میپردازند. به علاوه ملاها، دراویش و شاعران به نوبت داستان‌های به نظم یا به نثر را تعریف می‌کنند. روایات ملاها و دراویش مانند موعظه‌های ما مسیحیان حاوی درس‌های اخلاقی است، اما کسی مجبور نیست حتما به آنها توجه نشان دهد.
هیچ کس را مجبور نمی‌کنند بازی یا گفتگویش را به خاطر آن قطع کند. کتاب 3 تا عامل بوده که اعتراضات علیه قهوه‌خونه‌ها رو چه در دوره صفوی به دوره قاجاریه در واقع موجب می‌شده. یکی قصه گویی و داستان گویی، خصوصا داستان‌های اساطیری بوده. صوفیگری هم خیلی براشون مسئله ساز بوده به دلایل مختلف. و سومین عامل بحث لواط بوده. ولی در این حال این همین مسائل وجود داشت. ما یه میخونه داشتیم، یه مسجد داشتیم. درسته، مسجد مکان الهی بوده، آن دنیایی بوده، هر کاری توش صورت نمیگرفته، بالاخره موعظه میشده، مردم توش جمع میشدن. درسته، میخونه که تکلیف مشخص بود دیگه. این مکان کاملا این دنیایی مادی یه مقدار بینشونش یک مقدار بدنام در نزد مثلا فرض کنین علما و این سری افرادی که طرفدار مذهب بودن. ولی قهوه خونه مکان میانی بوده، مکان سوم بوده. هم آخوندا توش حرف میزدن، هم دراویش می اومدن، هم می ساقی اونجا بود می میدادن، هم تریاک میخوردن، هم حشیش روی قلیون میذاشتن میرفتن بالا، حالشون خوب میشد. همه اینا بوده توش دیگه. یک جور فضای بینابینی بوده، بنابراین باش تکلیفشون مشخص نبوده. مهدی حرف قشنگ میزنه، میگه که مصرف تریاک و افیون تو جامعه ایران برای طبقات خیلی پایین، خب خیلی همه طبقات استفاده میکردن دیگه. درست طبقات بالا استفاده میکردن، همه شاهان دیگه مجموعه اینا رو استفاده میکردن ولی در جای خودش، ولی طبقات پایین استفاده میکردن. یه جور گریز و فرار از سختی ها و ملاله های زندگی روزمره، کارهای سختی که اینو انجام میدادن. یعنی برای طبقات پایین در واقع یه جوری گریز از ملال هم بوده این داستان.